قصه زندگی حضرت آدم و حوا علیه السلام. به نام خداوند اعلی آغاز می کنم داستان آدم و حوا. شناسنامه حضرت آدم علیه السلام. نام مبارک حضرت آدم علیه السلام که نخستین پیامبر و پدر تمام انسان هاست 16 بار به نام آدم علیه السلام و 8 بار به عنوان بنی آدم و 1 بار به عنوان ذریه آدم علیه السلام بر روی هم 25 بار در 9 سوره و در 25 آیه در قرآن مجید آمده است. امام صادق می‌فرماید دلیل نامیدن آدم علیه السلام به این اسم بدان خاطر است که او از عدیم و پوسته و قشر زمین آفریده شده است. شیخ صدوق گوید عدیم نام 4مین لایه درونی زمین است که آدم علیه السلام از آن خلق شده است. آن حضرت به زبان سریانی که از کهن‌ترین زبان هاست سخن می گفت. 50 صحیفه بر حضرت آدم نازل شد که به عنوان میراث به فرزندش شیث نبی رسید. وی 930 سال عمر کرد و سرانجام در پی تبی طولانی در روز جمعه 11 محرم وفات یافت. سپس فرزندش شیث با کمک فرشتگان او را غسل داد و بر جنازه او نماز خواند و جبرئیل و جمعی از ملائکه به او اقتدا کردند. آنگاه حضرت شیث بدن مطهر پدرش را در غاری در کوه ابوقبیس به خاک سپرد. بعدها که حوا از دنیا رفت فرزندانش او را در همان غار و در کنار قبر حضرت آدم دفن کردند. جسد مطهر حضرت آدم بیش از 2000 سال در غار ابوقبیس در مکه مدفون بود و زیارتگاه انبیا و مؤمنان بود تا آنکه در زمان نبوت حضرت نوح علیه السلام خداوند با آن حضرت وحی فرمود که استخوان‌های حضرت آدم را از کوه ابوقبیس برگرفته و در کشتی نهد تا از طوفان عظیمی که در پیش است در امان بماند. سپس نوح علیه السلام مطابق فرمان خداوند استخوان‌های حضرت آدم را در تابوتی نهاد و آنها را در کشتی جای داد و پس از فروکش کردن طوفان در ناحیه قرا، مکانی که امروز به نجف اشرف مشهور است، مدفون ساخت. مطابق روایات حضرت آدم علیه السلام در قسمت بالاسر تربت مطهر امام علی علیه السلام دفن گردید. توصیه شده که زوار پس از زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام برای زیارت حضرت آدم و نوح علیه السلام به قسمت بالاسر بروند و زیارت مخصوص ایشان را بخوانند و 2 رکعت نماز زیارت نیز اقامه کنند. ناگفته نماند که محل قرار گرفتن قبور آدم و نوح علیه السلام نسبت به تربت مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در داخل روضه مطهر مشهود نیست، اما علامه مجلسی در خصوص مدفن امام علی علیه السلام روایتی از امام جعفر صادق به این مضمون نقل کرده است. قبر علی در قرا بین سینه و سر نوح است به گونه‌ای که به قبله متمایل است. در قرآن مجید راجع به حضرت آدم حالات مختلف و گوناگونی ذکر شده و ما به 11 قسمت از حالات مذکور اشاره می‌کنیم که عبارتند از: نخست خلقت حضرت آدم و آفرینش او. آدم علیه السلام از 2 بعد تشکیل شده، جسم و روح. خداوند نخست جسم او را آفرید، سپس از روح خود در او دمید و به صورت کامل او را زنده ساخت. از آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونی که درباره چگونگی آفرینش انسان آمده به خوبی استفاده می شود که انسان در آغاز خاک بوده است. از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که آیا سرشت آدم علیه السلام از تمام انواع گل بوده است و یا نوعی خاص از آن؟ حضرت فرمود سرشت وی از تمام گل بوده است و اگر غیر این می بود انسان‌ها یکدیگر را باز نمی شناختند و تمام آنها به یک شکل و صورت می بودند و همچنان که خاک کره زمین
در رنگ‌های مختلف از سفید و سرخ و بور و زرد متنوع است و نیز به جهت شرایط آب و هوایی به صورت حاصلخیز و شوره‌زار در آمده است، به همان شکل انسان‌ها نیز به صورت نژادها و رنگ‌های مختلف در سراسر جهان پراکنده شده‌اند. سپس با آب آمیخته شده و به صورت گل در آمده است. سپس حالت چسبندگی پیدا کرده و بعد به حالت خشکیده در آمده و همچون سفال گردیده است. فاصله زمانی این مراحل که چند سال طول کشیده روشن نیست. این قسمت نشان دهنده مراحل تشکیل جسم آدم علیه السلام است که همچنان تکمیل شد تا به صورت یک جسم کامل درآمد. آنگاه خداوند تبارک و تعالی به هنگام غروب روز جمعه از روح خیش در آدم دمید و به صورت کامل او را زنده ساخت. دوم، انتخاب آدم علیه السلام به پیامبری. قرآن در این خصوص می‌فرماید: همانا خداوند برگزید از میان جهانیان وقت آدم و نوح و آل ابراهیم را. هنگامی که خداوند اراده کرد تا در زمین خلیفه و نماینده‌ای که حاکم زمین باشد قرار دهد، این موضوع را به فرشتگان خبر داد. ولی فرشتگان از این خبر شگفت زده شدند و با خود گفتند کسی که جانشین خدا در زمین او خواهد شد هرگز نمیتواند عالمی برپا سازد که از نظر پاکی و رحمت برابر با ملکوت آسمان باشد. چه اینکه خداوند پیش از آدم علیه السلام انسانهایی را آفریده بود و آنان در زمین به فساد و تباهی پرداختند. فرشتگان به خدای خود چنین عرضه داشتند: آیا در زمین انسانی را قرار می دهی که با گناه و معصیت در آن فساد کند و به خونریزی بپردازد، در حالی که ما آنگونه که در شأن توست تو را منزه دانسته و به شکرانه‌ات تو را مدح و ستایش می کنیم. فرشتگان بدین جهت این سخن را به خدای خیش عرضه کردند که خیشتن را برتر از آفریده‌ای می دانستند که قرار بود جانشین قرار گیرد و خود را به جانشینی در زمین سزاوارتر از او می پنداشتند. اما خدای متعال با اسرار غیبی که بر آنان پوشیده بود و حکمتی که خاص آفرینش آدم علیه السلام بود با آنان پاسخ داد: خداوند چیزی را می داند که آنان از آن آگاهی ندارند. سوم، تعلیم اسما به آدم علیه السلام. پس از آنکه خداوند حضرت آدم علیه السلام را آفرید، اسما را به وی آموخت تا در زمین توان یافته و به نحوی بایسته از آنها بهره‌مند گردد. از طرفی خدای سبحان اراده فرموده بود که عیناً به فرشتگان بنمایاند این آفریده جدیدی که به دیده حقارت بدان می‌نگریستند دارای دانش و شناختی برتر از آنان است و به همین دلیل از آنان خواست که اگر به گمان خود راست می‌گویند و به جانشینی در زمین از آدم سزاوارترند، به وی خبر دهند از آن اسمایی که تعلیم آدم داده شده. ولی فرشتگان از پاسخ درمانده و با عذر و پوزش خدای خیش را مخاطب قرار دادند: خدایا، ما تو را آنگونه که سزاوارتری منزه می‌دانیم و بر اراده تو معترض نیستیم، چرا که ما از علم و دانش جز آنچه به ما بخشیده‌ای بهره‌ای نداریم و تو از هر چیز آگاهی و کارهایت بر اساس حکمت است. سپس خداوند با آدم علیه السلام فرمود: ای آدم، خبر بده به آن فرشتگان از آن اسما که به تو تعلیم داده شده است. وقتی که آدم علیه السلام فرشتگان را از آن اسما خبر داد، فرشتگان در شگفتی فرو رفتند. خداوند با آنها فرمود: آیا به شما نگفته بودم که من عالم به غیب و پنهانهای آسمانها و زمین هستم و آگاهم به آنچه آشکارا میگویید
و آنچه را نهان می‌دارید. چهارم، سجده کردن فرشتگان به آدم علیه السلام. موضوع تکامل انسان تا به درجه‌ای که فردی از آنان به نام آدم برگزیده خداوند قرار گرفت و این خلقت و تکامل آن تا جایی که به فرشتگان دستور رسید یک چنین سمبل خلقت را مورد تکریم و احترام فوق‌العاده قرار داد. این حقیقت در 5 آیه مطرح شده و تکرار آن مستوجب عظمت یک چنین سمبولی واقع گشته که بدانند نه یک بار و نه 2 بار بلکه 5 بار در سوره‌های گوناگون قرآن، آن هم با عبارات و کلمات مختلف، عنوان گردیده است. چنان که می‌فرماید: به یاد آور ای محمد هنگامی که به فرشتگان گفتیم سجده کنید به آدم علیه السلام و همه سجده کردند جز ابلیس که سرپیچی کرد و تکبر و از کافرین محسوب گشت. همه فرشتگان بر آدم علیه السلام سجده کردند مگر شیطان که از سر عناد و تکبر از سجده کردن سر باز زد. خداوند سبب سجده نکردن او را می‌دانست، با این همه علت را از او جویا شد. ابلیس برتری خود را بر آدم علیه السلام و اینکه وی از آتش و آدم از گل آفریده شده است عنوان کرد. به نظر ابلیس آتش برتر از گل بود و بدین سان فوق‌العاده تکبر ورزید. در این هنگام خداوند سبحان او را از بهشت راند و به دلیل تکبرش وی را پیوسته تا روز قیامت مورد لعنت خیش قرار داد. رانده شدن ذلتوار شیطان از بهشت پاداش عناد، تکبر و سرپیچی وی از سجده بر آدم بود. شیطان از پروردگار خیش درخواست کرد تا روز قیامت او را زنده نگاه دارد. خدای متعال نیز بنابر حکمتی که اراده فرموده بود به او پاسخ مثبت داد. ابلیس درخواست خود را این گونه بیان کرد: پروردگارا، به دلیل اینکه به هلاکت من حکم کردی سوگند می‌خورم تمام تلاشم را به کار ببرم و فرزندان آدم را گمراه کنم، آنها را از راه تو بازگردانم و منحرف سازم و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و از هر راهی که بتوانم به سراغ آنان رفته از غفلت و ضعف آنها سوء استفاده خواهم کرد تا آنان را فریفته به فساد و تباهی بکشانم و بیشتر آنها را از شکرگزاری تو منصرف سازم. ولی خداوند او را نکوهش کرد و فرمود: ای نکوهیده و طرد شده از رحمت من، از بهشت من بیرون رو. سوگند می‌خورم که جهنم را از تو و همه پیروانت از فرزندان آدم آکنده خواهم ساخت.